از این روزگار ما تو را با آبرو و شرف دعا بتیم ای دروازه براریم. این را هر انسان باید در نظر داشته باشد، نه اینکه او را کرسکه کرده در کوچه هویش کنه که کی خریدار پیدا مینه کی میخره. آن دختری که توهین شوهر کردن شه پدر و مادر سالمی دارد که آن را از بی‌حیایی، از بی‌آدابی، از بداخلاقی، اینا خیلی 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 نصیحت دارد که میگوید آن دختر را که تو در خانه ما امانتی، تو امانت زندگی کرده ایستادی، تو دائمی نیستی، تو مال یک کسی، تو نصیب یک کسی هستی، تو باید که در خانه ما از این روزگار ما تو را با آبرو و شرف دعا بتیم ای دروازه براریم. این را هر انسان باید در نظر داشته باشد، نه اینکه او را کرسکه کرده در کوچه هویش کنه که کی خریدار پیدا مینه کی میخرش، ببیند لواش کرسکه کردگی، زیب زینت کردگی که کی میخرش. این بازار نیست، این کاری بازار نیست، این کاری عقل است، این کاری فراست است. برای می اسلام تفتیش بکنن. دخترایی را میبینی یک کودک دو کودک دارن در خونه پدرها طلاقشو کردن ایستادگیان. در وقت شما هم خیلی عجیب بودن، امروز خارزار در خانه پدره. برای چی در خانه پدره؟ دو کودک کرد. چرا اون نسل پیدا کرد است که خداوند جل جلاله در قرآن میفرمایند نساؤکم حرث لکم، در سوره نساء نساؤکم حرث لکم، زنان شما با منظره زمین زراعت شما هست. ببین زن همچنان از زمین زراعت میگیری، تو از او زمین، همون زن مثل زمین تخم میپرتوی، از او بچه میگیری، تو از همون زنی سالم بچه گرفته میتانی. بفهمی را بسیار زنی از بچه میکند، او بچه نمیروید و مار بچه میروید. میفهمی؟ مار بچه میروید، پدرش میگزد، مادرش اخیر میگزد، پدرش آزار میدهد، مادرش آزار میدهد. چرا؟ از بحر اینکه مادر او هم همون شوهرش آزار داده است. مادرش پر آزاره، مادرش شوهرش اطاعت ندارد، مادر او اخلاق خوب ندارد، مادر او نسب ای را رعایت نمی کند، نان این مردک رعایت نمی کند. برای همین اسلام میفرماد که اینا پیش از این که عائله بنیاد بکنن به همدیگر خیلی خیلی یک رویه خوب و تفتیشات خوبی داشته باشد. فکر نسلی او را نکنه. شما ببین فکر نکن آلی تعالی را ناگرفته در غم بچهش نزنه، بلکه در غم اچهش بزنه که اون مادر چه خیل مادر است. پدر به منزله یک هیچه زنبور اصل کرابکش کسی دیده باشه، یک پادشاه دارد، همون پادشاه یک عرقش میپرتوه در همون خانه ها میگرده، 20 کرابکه باشه در همش عرقش میپرتوه، در درونی همون بعد کته میشوه و بعد میبرای همون زنبور بعد او حاصل میدیه. لیکن پدر به منزله همون یک زنبور پادشاه زنبور اصل است، یک عرقش میپرتوه دیگه کار نداره، دیگه کار نداره. قرار گیری در رحم او، در رحم همون زن، دیگر کاری همون زن است. همه 4 ماهه شدگین در یک روده یک تروبه از همون مادر در نافی همون فرزند پیوند می شود، خدا خلق می کند. از خون همون مادر در وجود همون فرزند دور می زند، از همون خون مادر دل پیدا می شود، از همون خون مادر
رگ پیدا می شود، جگر پیدا می شود، گوشت پیدا می شود، پوست پیدا می شود، با کمال همش از اجزای خون مادر می شود. اکنون مادر را ببینیم، مادر هست میده قی شراب می نوشد. ایشا فکر کن. مادر هست کم بلمار کانال می کشد. مادر هست کم بازار می رود، در مغازین آشنا دارد. این مادر وقتی که نان حرام می خورد، افلاسی می کند، بی ترتیبی می کند، بد اخلاقی می کند، از میکروب قوت غذای او در همون روده در او کودک گذشتن می گیرد. ایرا من تفسیر قرآن برای شما میگم مردم. این علم علما میگه نباشه همه امیر ریسپوبلیکا را بگذار، ایرا عقل نداره، ایرا نمیفهمن. بعد از آن که او تربیه را میگیرد آهسته آهسته، آیا ببین وجود او از چی غذا گرفت، از چی قوت گرفت. او مادر او طفلک بیچاره را کجا پرورش داد، ای چی پرورشش داد، به چی پرورشش داد. همه خوردگی های او میده به قد همون تروبه رگ در وجود او فرزند رفتن میگیرند. وقتی که در عالم به وجود می آید او بیچاره، او کودک طفل، اگر ایره به شما بگم در جسمانی وجود مادر اگر کسل روحی داشته باشه به همون فرزند میگذره. فرزند اوم در چول دیوانه می آید. برای همین دین خدا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تربیه اولاد را از حین درون مادر شروع بکن. تو آن را بگوی که زن حلال مسلمان که او عائله را حلال میکند، بینا میکند، دیگر اوقات شبهناک نمیخورد، اوقات حرام نمیخورد، حتی با آدمای ناپاک روبرو نمیشود که آینه عکس او در دل او جا نگیرد. ببین چیزی که در حالت جوانش داشت یا پیش از عائله داشت، آن را بالکل تغییر میدهد، با پاکی و عفت و پاکدامانی رو می آرد. تا وقتی در شکمش هست دائم پای به طهارت است، با بسم الله و الحمدلله است که تأثیر قلب او در قلب فرزند میگذرد. قلب فرزند تا حال رم تولد نشده، مادرش همون قدر لا اله الا الله لا اله الا الله پای به طهارت گشته است که وجود او فرزند تولد شده برابر روح او تازه است، جسم او تازه است، بدن او تازه است، اخلاق او تازه است. دیگر وجود میکروب او پلیدی را او کودک قبول نمی کند.